یکی از فهمش‌های خطا و خطرناک این است که میگویند چون ایمان به چیزهای غیب است پس آن قطعی شده نمیتواند، یعنی یقینی نیست، بلکه تنها یک احتمال بلند است، اما نه آنقدری که میتوان آن را 100% گفت. آنها میگویند هیچ کس نمیتواند با اطمینان بگوید که ایمانش حق است و از آن دیگران باطل، چون که در آخر این مسئله به غیب برمیگردد. بعضی ها این را حتی به سوال اساسی یعنی به هستی خدا تطبیق میکنند و میگویند ایمان این است که به چیزی باور کنی بدون داشتن دلیل های روشن و قطعی. برای ایمان جهش ایمانی لازم است، یعنی باور کردن به چیزی که نمیتوان آن را با دلیل قطعی اثبات کرد. ایمان جهش جسورانه به نامعینی می باشد. این گونه سخنها ایمان به خدا و به غیب را به چیز تخمینی و احساسی تبدیل می دهند، نه یقینی و اثبات شده. آن را به حالتی می برند که احتمالش کلان است ولی به درجه 100% نمی رسد. آیا واقعا در اسلام ایمان به خدا چنین است؟